عاقبت هیچ، اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ، اگر ملک سلیمانت ببخشند در آخر خاک راهی عاقبت هیچ. دوستان عزیز، من خوش آمد میگم بهتون. یه مراسمی داریم که در حال اجرا هستش. این مراسم اسمش هستش کلاهکنی. این در عصر روز دوم عروسی در شهر لطیفه لارستان استان فارس اجرا میشه. ساعت دوم شروع به زدن میکنه، دو بازیکن وارد زمین میشن. این دو بازیکن شال و قبایی بر تن، کلاهی نمد بر سر، دو تا چوب بلند دستشون که ما بهش میگیم دار. با این دار باید این کلاه نمد رو بندازن. هر زمانی که رقابت سنگین میشه یه نفر دستش رو میبره بالا و میگه یا علی مدد یا الله مدد. ساعت دوم قطع میشه، یه رباعی خونده میشه. بین هر مصرع رباعی هم یه پیرشوید میگن. پیرشوید هم یعنی به پیری برسی، عمر زیاد بشه. بنوازم.